Assalomu alaykum. Do'stlar giromi, men Hikmatullo Jo'rayev. Imroz ba shuma tarzi judo nomidan kirmakhoy loyiha Kaliforniyaga az Biyogunus nishon etgan. Inchunun در فصل زمستان چگونه پرورش کردن را نیز توصیه می‌کنم. خب امروز 27 ینور فصل زمستان، لیکن روز آفتابی است. جایی که ما سیام می‌کنیم حدود کوهی است. نسبت به جای هموار نسبتاً خنک‌تر است. شبانه حرارت ممکن که مینوس باشد یا اینکه نول. برای اینکه منازل اهمیت دادم. قسمی بالایی پارو یخبندی شده است. از میبینیم قسمی بالایی یخبندی شده است. لیکن میبینیم که محکو فعالیت دارن، لیکن سست. شما منو اهمیت داده باشید. تو من اینجا یخبندی شده است. بعد از این یخبندی شده است. من بیاگون سویمو در طول زیاد است 7 ماه تیار شده است که در مدت طولانی تازه کرمک‌ها نخورده شدم. من گفتم البته این گونه طولانی وقت خوردن پس صفت بیاگومز خیلی بلند می باشه. خب طرزی جدا کردن کرمک‌های لایحه کالیفرنیا از بیاگومز چنین می باشد. وقتی که بیاگومز را خورده تمام کرد، پوری نو را با یشک می اندازین. بالای بیاگومز چینده می برین و کنمی لایحه کالیفرنیایی رنگش سرخ از من این نمیکنه از تگش می پراید. خوب من از ببینید خوب در کتاب پوش می نویسد که کلمه لایحه کالیفرنیایی حرارت 15-22 گرادس حرارت بهترین می باشد برای پرورششون. لیکن در تجربه خودم دیدم که این 22 گرادس زندگی کردن میتوند. 2 گرادس پلس 2 گرادس در نظر دارم. در مینوس نه، در مینوس و یخبندی میشود. البته ما چنین پرورش رو به شما توصیه نمیتیم، برای اینکه شما نه فقط مبلغ خود را به ریسک میمانید، بلکه جان این جانور را نیز به ریسک میمانید. همین خاطر این فقط طرز جدا کردن بیاگومز است از کلمه لایحه کالیفرنیایی. آدم هایی که میخواد کلمه لایحه کالیفرنیایی خریداری کنند، مرحمت، ما نیز داریم. خب از این چیش در صفت عالیان توی کمی آدم هایی که با امید میبیاد یک برکه یا باد به حق گذشتگان و یک دعای نکند ما نیز شدیم. خب من نگاه کنی احمدی یخ شدگم سفیده و این یخبندی است. اگر تکش میبینیم که آجی کرمک‌ها چقدر فعالیت دارند. این کرمک‌ها بسیار گشنه است. حاضر بسیار گشنه است و جثه‌شان خرد شدگی است که به خوراکی کسی خریداری کنند
این مهلت ادپتاسیاش است که برای ادپتاسیا وقتی که کرمک ها گوشت میشن و هر گونه آذوقه تیز ایمونیتت پیدا کنند یا اینکه تیزتر ادپتاسیا شود. به همین خاطر پیش از فروش همین گونه راه‌هاش نیز هست که برای فروش تیار کنند. مهلت ادپتاسیاش کرمی باعث کالیفرنیایی 1 ماه میباشد. در دوام 1 ماه با آذوقه‌ای که شما میتین ادپتاسیا میکند. خب حاضر به شما تا فصل زمستان با خرجات مینیمالی پرورشی کرمک ها رو نشان میدیم. من اینجا اهمیت داده باشیم یا خرجات ایلاوگی شدگی نیست. من پاری گاوی خودمون و که چاروا پس مانده اهمیتیم. حاضر من اینجورک شدم حاضر. خوب من این کرمک ها ظاهرکی کالیفرنیایی من اهمیتیم. من این تخمش است. من این تخمش با آسته ببینیم که البته با زیاد تخم ماندگن در فصل زمستان. من اینجا تخم است با من اهمیت ببینیم که تخم است. من اینجا تخم است با من این طرف تا تخم با من این با تخم است. من تخمش دیده ایستونین با تخمشون نیست. صفتاشون بلند است، کلان است جستاشون که هر یک تخمش مینیموم از این کتاب ها که می نویسند مینیموم 2 تا زیاد از 2 تا حتی نکنم 23 دانه میگود چنان می نویسد در کتاب هاش، لیکن در عمل خودم به چشم خود ندیدم. این گونه زیاد تخم از تخمش این گونه کرمک های خرد برآمدگی شد، لیکن در کتاب ها می نویسد که از 2 تا 22 فراموش کردم یا 22 باشد یا 23 دانه باشد از یک تخم همقدر کرمک ها می برآمده است. خب به این نشان دادم به شما چی توصیه میتیم که بسیار صرف خرجات نمیکنید. همون پروی گوتونه و خوشکی از گو برآمده. من این گونه از گو برآمده الدرش میکنیم میپرتوین کمتر کلمه لویخوره که کالیفرنیایی میاندازین تو بخار انشاءالله اینا صفشون در زمستان نیست زیاد میشه. از کانال ما دور نباشین، پادیسه نکرده باشید پادیسه کنید تا اینکه از نامکنی ما خبردار باشید همیشه. و شما تنسیحاتی خانوادگی و تمام خوشنودی زندگی تمنا دارم.